سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این قسمت دیگه. من سجاد پیتی ام و امروز میخوام بهتون یه افکت رو آموزش بدم که توی ویدیوهای یوتیوبی خیلی زیاد دیدیم و یه افکت خیلی بامزه و باحالیه. اونم این افکته. یک دو سه پنج شش هشت نه ده مسخره و بامزه شده. یه حالت فنری طوره یا یه حالت قورباغه است، یه جوریه دیگه، ولی در کل خیلی باحاله. میتونین کار بامزه‌ای باهاش انجام بدین. برای اینکه اینو بسازیم توی پریمیر فقط کافیه یه افکت ما بشناسیم و یه سری تنظیمات رو روش انجام بدیم. اگه پایه آموزشش رو ببینیم یه لایک بکنید. بریم ادامه ویدیو. میایم تو قسمت افکت ها سرچ میکنیم فلنگر، اینو میذاریم روی صدامون. بعد میایم تو قسمت افکت کنترل ادیت رو میزنیم. اینطوری که من فهمیدم این افکت در واقع یه افکت یا پریستیه واسه گیتار الکترونیک نمیگن؟ آره این گیتار برقی ها. خب ولی اینو موقعی که روی صدای آدم میندازی افکت باحال بامزه میشه. حالا بریم با هم تنظیماتش رو ببینیم. یه بار صدا رو قبل از این افکت تست کنیم. حالا یه بار با این افکته میام پریست‌های مختلفش رو امتحان میکنم. یه جوریه انگار یه ذره نوشابه خورده تو گلوش مونده. شبیه صدا آدم فضایی شد این افکت آدم فضایی. یه ویدیو رضا پیشرو بابا چی میگی مردم اومد. یه ویدیو رضا پیشرو هست که اینه منظورمه. اینو با همین افکت درست کردن صداشو. حالا بریم بقیه‌اشو گوش کنیم. یه ذره رباتیک شد. خیلی خوب. حالا ببینیم اون افکتی که اول ویدیو من داشتم و این صدای این شکلی شدنی بود چطوری ساخته شده، تنظیماتش چیه. من میام اینو میذارم روی حالت دیفالت. اول از همه میام اینجا گزینه اسپیشیال افکت رو فعال میکنم برای اینکه یه افکت خاصی به صدام بده. بعد میام اینجا میکس رو میذارم رو وت 100% رو پر میکنم که ما خروجی صدا رو کامل بشنویم. حکم اوپاسیتی رو داره. مثلا ما اینجا تو لایه‌مون اوپاسیتی داریم، شفافیت و ایناست. اینم همونه. بعد اتفاقی که اینجا میفته این افکتی در واقع میاد میاد فرکانس صدا رو تغییر میده، ادغامش میکنه تو اون فرکانس صدای اصلی. یه همچین چیزی. اینجا ما میتونیم اون مقدار تغییر رو تنظیم بکنیم. یعنی من پلی میکنم. ببینید اگه اینو زیاد کنم چی میشه. روی 4 تا 7 میذاریم اون افکت صدا رو واسه ما میسازه. نگاه کنید. یه ذره باید بیشترش کنیم. بسیار خوب. الان در واقع اون افکت ساخته شده ولی ما میتونیم با تنظیمات دیگه‌ای که داره یه مقدار اینو بهترش کنیم. فیدبک میشه این فیدبکش دیگه، در واقع اون بازتابی که صدای داره. این اگه یه مقداری کمترش کنیم بهتر میشه. ببینید بیشترش کمترش به چشم نمیاد. روی 40 خوبه. حالا اینو اگه زیادش کنیم تیزتر میشه صدا، یه ذره واضح‌تر میشه. اینو زیادش میکنیم. در واقع صدا رو اگه شما گوش کنید داره دیلی داره، یعنی داره تکرار میشه و یه حالت اکو شدنی داره. ما با این میتونیم اون مقدار اکو و اون فاصله انعکاس صدا تا صدای اصلی رو هم تنظیم بکنیم. حالا بچه اینا که من اینطوری میگم عبارتی مثلا میگم این گزینه این کارو میکنه اون کارو میکنه، اصلا بریزین دور. خودتون بیاین تست کنین، یعنی اینا رو هی بالا پایین کنین تا به اون نتیجه دلخواه برسین. نگاه کنید اصلا شاید شما برای یه کاری یه همچین صدایی رو لازم داشته باشین. خب به نظر من مثلا این شد الان یه افکت خوب.
تنظیمات صدای خودم هم تقریبا همین بود. حالا یه مقدار ایناش بالا پایینه با توجه به اون لول صدا، اون تون صدا. مثلا صدای من خب یه مقدار مردونه است، این صدای زنونه است. برای همین این حالا تنظیماتش یه مقداری متفاوته. ولی در حالت کلی شما اینو بزنید روی اسپیشال افکت، یا بزنید رو صد، اینم این هولوش مثلا 4 5 6 7 8 باشه، خوبه. یعنی تو این محدوده باشه. بعد اینا رو دیگه خودتون بالا پایین کنید تا به اون چیزی که می‌خوایم برسید. یه موقعی هست اصلا شما دوست دارید صداتون این شکلی باشه، یعنی یه افکتی می‌خواید، یه تصویری دارید که این بهش میاد. در کل افکت خیلی باحالیه، خیلی بامزه است، خیلی میتونید استفاده کنید تو ویدیو یوتیوبیتون، مخصوصا اون جایی که مثلا یوتیوبر فشار میخوره یهو صداش اینطوری بشه، خیلی باحال میشه. مرسی از اینکه این ویدیو رو نگاه کردین، خیلی ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و ویدیو بعدی رو هم ببینید. سعی می‌کنیم آموزش‌های تکنیکی این شکلی براتون بیشتر بذاریم که توی ویدیوهاتون اجرا کنید و سطح کارتون رو ببرید بالاتر. برو بریم.